ازش پرسیدن که چرا کشتیش، گفته گوشیش آیفون بود، اومدم ازش بگیرم، مقاومت کرد، 4-5 تا چاقو زدم بهش، بعد تو بیابون ولش کردم. چقدر راحت. دقت کن آقای قاضی، یه دختر بچه تو این شرایط بلای سرش نیاد که خود شما بعداً بگین مادری نکردی بهش. بهترین مهد، بهترین دبستان، بهترین دبیرستان، نخوردم شد کتاباش، نپوشیدم شد آزموناش، مثل آب تو سینی ازش مراقبت کردم که یه روز رو پای خودش وایسه، اون وقت یه روز بره جنازش بیاد. بعد شما به من میگی ازش بگذرم؟ نمیگذرم آقای قاضی. التماس من میمونی، نمیگذرم شب آقای قاضی. روی شونه هاش چکیدم، سرم گرم نوازش های اون که خوابم برد و کوچ